از ورزشگاه آزادی تهران در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 16 شهریور ماه 52 بازی از چارچوب اولین دوره رقابت لیگ ایران با نام جام تخت جمشید برگزار میشه. ابراهیم آشتیانی، وطنخواه، کاشانی، حاج رحیمی‌پور، سلیمانی، پروین، کلانی و بهزادی از جمله بازیکنان پرسپولیس هستند. مربی پرسپولیس آرون راجرز، رشیدی، علاوردی، عبداللهی، جباری، جان ملکی، روشن و مظلومی از جمله بازیکنان استقلال هستند. مربی استقلال رایکوفه. داور بازی نیکولای پتریچیانو از کشور رومانیه. محمود خوشخان و اکبر حقبینم او رو در کار قضاوت همراهی میکنند. آشیانی میفرسته، رشیدی اشتباه میکنه، موقعیت به گل، کرانی، گل اول برای پرسپولیس، 1-0. پروین به ایراج سلیمانی، یه شوت دیدنی، گل میشه، 2-0 پرسپولیس. خب نیمه اول با حساب 2-0 پایان میرسه. کلانی و ایرج سلیمانی گل‌ها رو به ثمر رسوندن. بهزادی از فاصله 40 متری شوت میزنه، گل میشه، 3-0 پرسپولیس. بعد از به ثمر رسیدن گل سوم پرسپولیس، بازیکن استقلال تا حدود زیادی بی انگیزه بازی ادامه میدن. کلانی برای سلیمانی و گل، یه گل زیبا برای پرسپولیس، 4-0. کسی باورش نمیشه. یه پاس قشنگ از چپ، ضربه سر بهزادی و گل شد. 5-0. یه نتیجه تاریخی.